بینندگان عزیز و گرامی، من حسیب الله سنگین به نمایندگی از کانال یوتیوب و صفحه فیسبوک جهان دانش یا ورد آف ویزدم حضور گرم و صمیمانه همه شما عزیزان را خوش آمد می گویم. امیدوارم همیشه در صحت و سلامت کامل بوده و در تمام امور روزمره زندگیتان موفق و سرفراز باشید. در ادامه برنامه های گذشته امروز نیز با مجموعه از معلومات مفید و آموزنده در مورد مایکروسافت ورد در خدمت شما هستیم. از شما تقاضا میکنیم تا پایان برنامه با ما همراه باشید و کانال یوتیوب ما را نیز سابسکرایب نمایید تا بتوانیم در آینده مطالب بیشتر و با کیفیت تر خدمتتان ارائه کنیم. با سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. در پروگرام ورد آمده مساوی R&D نوشته کن. خلاص اینجا بر شما چی نمیره؟ پاراگراف میره. سیگو کنترل N مساوی R&D. خلاص باز بسته بختری پرکتیستان مساوی R&D. خلاص باز اینجا میشه چند پاراگراف بگیریم؟ در داخل یک قوس تایپ کو چند پاراگراف باشه؟ 100 پاراگراف. یا در اینجا شما مساوی تایپ کو. اگر اینجا شما چی گرفتی سیگو کنترل N به صفحه نو آمدی مساوی rain.old تایپ کو. rain.old بر شما به شکل 2003 کی تکست بود. اگر شما اینجا تایپ کردی مساوی لورم تایپ کردی بر شما اینجا چی پیسا چی میره؟ لاتینی تکست. سیگ شاگرد. اگر اینجا شما پس چی برو کنترل N به صفحه نو برو. در اینجا میگیریم مساوی R&D. در اینجا چند پاراگراف گرفتیم؟ مثلا دیجا گرفتیم 10 پاراگراف یا در اینجا 100 پاراگراف. انتر. کل ازی چند صفحه شد؟ سیگ شاگرد. ولی شما در این قسمت رفتیم. سیگ شاگرد. اینجا شما در شروع لاین هستی. خب میخواهید برید تا آخر لاین. از کیبورد بٹن این دا پریس کو. به آخر لاین رفتی. اگر پس میخوایی که بیایی به شروع لاین در آخر لاین هستی بٹن هوم پریس کو. وینکی با آر درن میریم او اسکیپ. او اس اینو میجه در کیبورد است هوم بٹن این بٹن. اگر پس شما در اینجا هستی خوب هوم پریس کو تا به شروع لاین بری. این دا پریس کو به آخر لاین. اگر میخواهید شما اینجا داخل لاین است میخواهید تا شروع لاین این سلیکت شود شیفت با هوم پریس کو تا شروع لاین سلیکت کرد. و اگر شما اینجا هستید در شروع لاین میخواهید که تاخیر این را سلیکت کنید شیفت امرا با این دا پریس کو. شما اینجا در فرست در کدام نو صفحه است شما در کدام صفحه هستی؟ اول در فرست پیج فرست لاین کنترل با این بٹن پریس کو شما را میبره به لاست پیج. بس صفحه نو رفتیم لاست پیج لاست لاین. اگر کنترل امرای هوم بٹن پریس کردیم اگر شما در هر جای هستی با فرست پیج فرست چی شما را میره؟ لاین میره. این میره کنترل ای را انتخاب میکنیم. از کیبورد شما اینجا پریس کو کنترل چند؟ 5 کنترل 2 پریس کو. در بین لاین ها چی داد؟ سپیسینگ داد. کنترل 5 شا پریس کو. سپیسینگ کم کرد. اگر کنترل 1 پریس کردی بالات چی آمدی؟ 5 کنترل 2 که سپیس میده کنترل 5 که است کنترل 1 پس بالات چی میاره ایره؟ پس ایره بالات لردن. ایره انتخاب میکنیم کنترل A. اینه می نوشته رو میخوایم که وسط کل اینه می لاینا منظم باشه. کنترل با چی پریس کو؟ ای. الاین چی از سنتر. اگر میخوایم که قسمت راستشان چی باشه؟ بیک لیول کنترل آر. اگر میخوایم سمت چپ کنترل چی؟ ال. اگر میخوایم از دو ساید هم ای ساید و هم ای ساید کنترل جی جستیفای میکنه. اگر میخوایم که مکمل اینمی در لاینی که دو سه کلمه بس مکمل لاین بگیره کنترل شیفت جی فول چی است؟ فول جستیفای. اگر پس اینجا کنترل ال گرفتیم خب پس سمت چی رفتیم؟ تاب پریس کردی ایندنت داد. پاراگراف های تنه با کدام طرف برد؟ براست.
اگر پس شیفت با چی پرس کردیم تا پس به طرف چی آورد؟ شما در این قسمت از کیبورد پرس کو میخوای معنی یک کلمه را بگیری پاورفول است از کیبورد شیفت F7 پرس کن پاورفول این میشه پرو شیفت F7 پرو به معنی چی است؟ شو وریفای این میشه آنلاین شیفت F7 در اینجا مثلا داریم پروفیشنلی شیفت F7 ورک وایس جاب وایس مانش بتن می یس کیبورد الت زیر دست بگی و اینه میره ڈبل کلیک کو الت زیر دست بگی ڈبل کلیک کو الت زیر دست بگی اینه میره ڈبل کلیک کو پرو با معنی شو دیمونستریت الت زیر دست ڈبل کلیک اگر میخوای در اینجا مثلا در هر جای صرف از کیبورد F7 پرس کن تا بر شما پیدا کنه در جایی که سپل اشتباه باشه بر شما میگه سکولیتان اشتباه است ایده تبدیل کو به اسکول بر شما ایده چی کن چینج در هر جایی که چقدر کلمات اشتباه است اتومات واره بر شما چی میکنه پیدا میکنه صرف از کیبورد F7 اگر اشتباه نیست spelling in grammar check is complete ایده پس اوکی اگر از کیبورد پریس کردیم صرف F8 داکومنتتان لاک شد هیچ کس نمیتونه تغییرات بره F8 داکومنت چی است لاک شده اما پس اسکیپ بٹن پریس کو تا دوباره اگر شما تایپ کردی چی شد قبول شد از کیبورد چی F8 سیو شده دی کیبورد که از F1 F2 از او F8 پس در این قسمت ایرا کنترل ایک کلیش انتخاب میکنیم میخوایی کلی ازیاره تبدیل کنی به حروف بزرگ کنترل شیفت A کنترل A اگر پس میخواییم به حروف خود کنترل شیفت A کنترل شیفت A حروف بزرگ کنترل شیفت A به حروف خود یس کیبورد شیفت F3 پرس کو شیفت امرابا F3 حروف بزرگ شد شیفت F3 حروف خود شد شیفت F3 نظر به گرامر سیکو سی علت بزرگ حروف خود شیفت F3 نظر به گرامر در هر جایی که حرف اولی جمله است بزرگ نظر به گرامر جایی که بزرگ ضرورت است حرف بزرگ و دیگه شیفت F3 ایره کنترل A انتخاب میکنیم باختری سایز کنترل با قوس پرس کن کنترل قوس سایز بزرگ میشه کنترل با این قوس سایز چی میشه شما سعی کنید میره کنترل A ایره انتخاب کو کنترل قوس سایزش بزرگ کنترل با دیگه قوس پس سایزش چی کو کجا از کیبورد کنترل شیفت P پرس کو کنترل شیفت P بازم سایز است سایز چند شود 20 شود انتر کنترل شیفت P سایز چند شود سایز بیای مثلا با 12 یک کنترل شیفت با برکت پرس کو سایز بزرگ کنترل شیفت با برکت دیگه سایز پس سیل کشا گیده و اسکی آمدی کنترل شیفت با برکت سایز بزرگ میشه کنترل شیفت با برکت سایز چی میشه کوچک میشه تو برای این میره کنترل A انتخاب میکنیم سعی کن توسط کنترل قوس کنترل شیفت P و دیگه کنترل شیفت اما را با برکت پس این را به شکل میگیم خوش به شکل دوباره این را کنترل A انتخاب میکنیم کنترل B پریس کردی بولد شد کنترل B کنترل I پریس کردی ایتالیک شد کنترل I اگر کنترل U پریس کردی اندرلاین داد اگر ریکارد نباشه اینجا شما از کیبورد کنترل شیفت D را پریس کن دبل اندرلاین میده کنترل شیفت D از کیبورد اگر کنترل شیفت W پریس کردی ورد اندرلاین میده جایی که کلمه است اندرلاین جایی که کلمه نیست اندرلاین دوباره ایره کنترل A ایره چی میسازیم کنترل U کنترل U اندرلاین کنترل شیفت W ورد اندرلاین دوباره کنترل شیفت W کی ورد اندرلاین چی شد از پایین
این شده. ایره پس چی میکنیم؟ کنترل ای ایره از بین میبریم. اینجا شما بیا مثبت پرس کن مساوی. مثبت اینجا شما چی رو پرس کن؟ مساوی. مثبت مساوی. پس اینجا مثبت. شیفت امر مساوی که گرفتی مثبت میه. انتر رو پرس کن. پس اینجا تاب پرس بگی تا تیبل چی شد؟ اضافه شد. در اینجا کنترل ان به صفحه نو آمدی. مثبت پرس کن منفی. مثبت منفی. در اینجا مثبت و اینجا منفی. انتر بازم چی داد؟ تاب پرس بگی. بटन تاب که چی شد؟ اضافه شد. به صفحه نو آمدی. مثبت تاب پرس کو سیف. مثبت چقدر سپیس باشه؟ 2 تاب. مثبت 2 تاب. مثبت 2 تاب. پس اینجا شما که آمدی انتر پرس کن. بازم چی داده؟ تیبل داده. مثلا آیدی شد، نیم شد، پوست شد، سلری، ادرس و اینجا کانتکتش. تاب پرس بگی تا تیبل چی شد؟ اضافه شد. کنترل این به صفحه چی میره؟ جدید میره. شرکت دیگه هم مذکور سباروس کار میکنه. اما چطور شبکه how to find all keys of word program. Press alt আমরা বলছি F8. Then বলছি বড় micro. Then micro n. Then बची मेरे word commands. Then बची मेरे micro name. Then बची मेरे list. Then run. Then apply. Then इराम control shift एक कोले शब्द रूप तब्दील करें. control B चीज़ आखिर बोल. as कीबोर्ड प्रेस को alt फर्स्ट. then बमिक्रो मेरे बमिक्रो n मेरे word commands मेरे then micro name then list commands then run then apply then okay then चीज को control P को अगर प्रिंटर दरी वो गरीब नहीं तो अगर गरीब वास्ते फिर चीज को control S को कितना चीज है सब शो या F12 को सी सब शो सही को प्रेस करें alt फर्स्ट micro n as alt फर्स्ट प्रेस करें micro n تاکلی اینمی شرکتای ورد پیدا کنیم. word commands micro name داره list commands پس اینه رن میکنیم. اینه پس چی میگیم؟ مکمل بر شما در اینجا جدولش میاد که حالا کار کنیم. مثلا کنترل شیفت ای در اینجا مثلا کنترل بی بولد در اینجا کیس اینمی کلی اینمی شرکتا کیس مثلا کنترل بی بولد بود کار کردیم ال کنترل البته سعی کنیم اینجا اگر دی فایل ببینیم شرکتایی که مثلا امروز کار کردیم کلش در این لیست موجود است. در اینجا کنترل شیفت جی کار کردیم در اینجا میشه اینجا کلش شما یک جی ام چی کنی کنترل با این بटन کار کردیم. ولی ضرور نیست که شما کلش روز اول یاد بگیرید. و اگر شما میخواهید که مکمل اینمی جدول لیستش پیدا کنی مکمل چی است؟ ایره بس کنترل پی کو اگر پرینتر داری خب پرینتش کن و اگر پرینتر نداری کنترل اس پرس کو یا F12 را پرس کو ثبتش کو برید دسکتاپ بنا میچی ورد پروگرام شارکت پس ایرم چی بکنیم